درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتار 49. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. خلق ازبک صدرالدین سیدمرادویچ عینی را همچون نویسنده خود از صدق دل حرمت می کند و دوست می دارد، زیرا او نه فقط اساسگزار ادبیات معاصر سویتی تاجیک، بلکه در برابر حمزه حکیمزاده یکی از اساسگزاران ادبیات معاصر سویتی ازبک هم به شمار می رود. شراف رشیدوف. قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی در عرصه فرهنگ ملت ما بسیار قهرمانی ها کرده است، ولی نخستین و بزرگترینش به یگان شبهه نمونه ادبیات تاجیک است که نمونه های درخشان این فرهنگ را قاطعانه به مدعیان بی بنیاد رساند و این ملت را بی باکانه از ترکتازی های زمان رهاند. بنیاد ادبی عینی. ملا عبدالکریم سپندی سمرقندی. تولد 1245، وفات 1327 هجری. از دیوانش. دل ز من بردی و خوش دلبر و دلدار شدی، حیف بی رحم و ستمگار و دل آزار شدی. من چی گفتم که ز من گشتی و بیزار شدی، همدمی بوالهوس و مونس اغیار شدی. در جهان خوی کسی تندتر از خوی تو نیست. جان فدای نگهی نرگس مفتون تو باد، دل شوریده نثاری قد موزون تو باد. تن افسرده غباری سم گلگون تو باد، سری سودا زده در کوی تو مجنون تو باد. کیست کو زخمی شمشیری دو ابروی تو نیست؟
ای بتی شوخی ستم پیشه پر جور و جفا، نیست گرد بسری کوی تو از خاک وفا. ما دل و جان برهی عشقی تو کردیم فدا، تو ز ما گشته و آمیخته با رقبا. از تو این شیوه مناسب به دعاگوی تو نیست. نخل فکرم که در این نظم شکر پیوند است، زان که از نام تو حرف بصری هر بند است. امرا و فقرایی که چو آسیم چند است، چو سپندی همه در پیش تو سر افکند است. در دیوان سپندی در این مصرع به جای چو آسیم به عالم است، لیکن این موشح را سپندی به فرموده حاجی ابراهیم عاصمی بخارایی که از شریک درسانی فقیر بود انشاد کرده بود. در نسخه‌ای که به بخارا به عاصم فرستاده بود چو آسیم بود. چون اصل نسخه را در خاطر داشتم، برخلاف نسخه دیوان به این وجه نوشتم. عینی امرا و فقرایی که چو آسیم چند است، چو سپندی همه در پیش تو سر افکند است. کیست کو بنده فرمانی رضاجوی تو نیست؟ چو طفلم تا به دوش مادری گیتی نشاندندم، به جای شیر صد خونابه حسرت چشاندندم. چو شمعم از فسون بخت واژونم چه می پرسی، به پایان رو نهادم هر قدر بالا دواندندم. چو زینت یافت از مشاطه صنعی ازل حسنش، به چشم از هر میژه انگشت حیرانی گزاندندم. فغان که نوخطانی سنگ دل عمریست در هجران، به جای اشک خوناب دل از مژگان چکاندندم. از تحفة الاحباب.
برنگی دفتری تومار چندین پیچ ها خوردم، به آسانی به بزمی آن بتی رعنا نخواندندم. سپندی از کهنه شاعران است. از 80 سال متجاوز عمر دیده، از خردسالی به شعر و ادبیات اشتغال کرده صاحب دیوان است. دیوانش تا قصیده، غزل، قطعه، رباعی و تاریخات تقریباً 2500 بیت را داراست. در دیوانش در ذیل تاریخ‌های مساجد و عمارات تاریخ مسجدی دروازه ارک سمرقند 1259 قید شده است. معلوم می شود که در سن 14-15 سالگی تاریخ مذکور را انشاء کرده است. میرزا سراج حکیم سراجی بخارایی، تولد 1294، وفات 1332، از یک بیاضی دست نویس. به شب زیروی خود آن محجبین نقاب گرفت، جهان ز پرتوی او یک سر آفتاب گرفت. رقیب از لبی لعلت شراب می نوشد، به نقل از دلی بریان من کباب گرفت. بروی همچو گلی سرخ جانب گلزار برفت و از گلی گلزار آب و تاب گرفت. ز انتظار قدومش چنان گریستم، ز اشک دیده من روی عالم آب گرفت. بروی خیش نقاب افکند اگر آن مه، گمان کنند خلایق که ماهتاب گرفت. زبان گشاد سراجی به وصف او امروز، تمام روی زمین را دوری خوشاب گرفت. از شماره دومی مجله آینه سال 1331 غره ذی‌حجه سمرقند. یاد باده دل که ما هم آبروی داشتیم، در گلستان تمدن رنگ و بوی داشتیم.
سال و ماهی سعد و ایامی نکوی داشتیم، در ترقی جد و جهد و جستجوی داشتیم. دایما بودیم ما در توسن دولت سوار، ایمن از قید زمان و از جفای روزگار. میرزا سراج حکیم ملقب به میرخان دکتر صابر از صاحب انتخابان بخارا بود. بعد از تکمیل خط و سواد و تحصیل مقدمات علوم، روسیه، ایران، افغانستان، ترکیه و شهرهای مشهور اروپا را سیاحت کرده قرب 1 سال در افغانستان محبوس شده، در اثنای سیر و سفر علم طب جدید را آموخته، در سال 1328 هجری به وطن خود بخارا آمده استقامت ورزیده، به طرز نو به طبابت مردم مشغول شده بود. واقعات سفر را سیاحتنامه نوشته در سال 1330 هجری در بخارا طبع کنامید. نمونه از سفرنامه سراجی. در مقدمه نوشته: اما بعد چنین گوید: این بنده از وطن متواری ابن حاجی عبدالرؤوف سراج الدین بخارایی، چون مدتها از وطن مألوف برآمده به عزم سیاحت و جهانگردی سالها در بلاد خارجه مسافر بودم و آنچه در اثنای سفر از نیک و بد به سرم آمده و سلک تحریر در آورده سفرنامه ترتیب دادم. لحاظا لازم شد مرا که از ابتدای سباوت نیز آنچه حوادثی که به بنده رخ داده آنها را هم به رشته تحریر در آورده الحاق سفرنامه خود سازم. سراجی به روزنامه های بخارای شریف، توران، مقاله های اجتماعی و طبی می نوشت. در مجله آینه شعرها دارد. فقیر را در فوت میرزا سراج حکیم مرثیه و تاریخی است که در اینجا نقلش به مناسبت نخواهد بود. مرثیه و تاریخ. آه صد آه که بربست ابدی راهی سفر، از بخارا سوی فردوس یک دانشور. خادم ملت اسلام
سراجی دانش، ناشری علم و وطنخواه و معارف پرور. آن که از منطق او بود محافل پرنور، آن که از خامه او داشت جراید زیور. رفت و در محفل احباب از او نیست نشان، رفت و در صفحه ایام از او نیست خبر. آن که تکمیل فنون کرد در ایام شباب، آن که تحصیل حکم کرد در اثنای سفر. سیر ناکرده ز دیدار خود ابنای وطن، به جوانی به تگ خاک وطن کرد مقر. آن که می کرد به تنویر بخارا خدمت، رفت و ماندیم تمام اهل بخارا به کدر. یعنی امروز سپردیم سراج الدین را، ناگزیرانه به احکام قضا دست قدر. سر زد از سینه از این غم عوضی آه آتش، ریخت از دیده از این رو بدلی اشک شرر. آتش از سینه من در زده در پیکر من، آب شو ای زیدو چشمی من ای خونی جگر. خطاب به متوفی. ای که یک باره نموده ز همه قطع نظر، داغ اندوه زدی بر دل بریان پدر. سخت جانیم که دیدیم و نمردیم ز غم، به جوانی تو تابوتی تو را در تگ در. به سری تربتی تو ناله کنان آمده ایم، به کجا می روی یک بار به احباب نگر. پی تاریخ خرد معنوی و لفظی گفت، به 1332 با شهر سفر. بابی شین. ملا محمد شریف خواجه شیوانی بخارایی در بخارا به عهد امیر نصرالله قاضی کلان بوده. وفات 1261 هجری. از تحفة الاحباب. عجب نبود ز رویت دیده ها گر روشن است این شب، که دودی آهی اهلی شوق پرتو افکن است این شب. شبی هجران به چشمم خوابی راحت چون قرین گردد، که بی روی تو در تن هر سری مو سوزن است این شب. ز بس دارد خدنگی آهی من
جوشی فلک سیری، زی انجم 9 فلک را حلقه های جوشن است امشب. چی تصدیع است بحری سیر گل سوی چمن رفتن، که از عکسی جمالش کلبه من گلشن است امشب. چمن هم صبح در خاکسترم طرحی وطن دارد، که گلشن بی بهاری طرز نازش گلخن است امشب. شکستم چینی تقوا از آن موی میان ساقی، تو هم زلفی سیه بشکن که بشکن است امشب. مشو از ظلمتی عصیان اسیری ناامیدی ها، سحر چون آفتاب از چاک دل در روزن است امشب. به محفل شمع اهل جاه را خندیده می گوید، که سعی سرکشی راه عدم پیمودن است امشب. جزای آن که می خندد به طرز شمع در محفل، بسد شیون سریشک از سوز دل باریدن است امشب. تاریخ وفات شیون را یکی از فضلای عهدش چنین انشاد کرده: مولوی آن که در معنی را در همه باب از همه بسوفت، در سپهر کمال بدری بود، رخ چو ماه از سحاب مرگ نهفت. منقبیز گشت از این سرای غرور، رفت چون گل به باغ خلد شکوفت. سال و ماه قضاش پیری خرد، شهر شوال و یوم شنبه گفت. 1261 شیون صاحب دیوان است، اما دیوانش مطالعه نشد. شنونده های ارجمند، شما گفتار 49 را از روی کتاب استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردانی گفتار شیرعلی نوزلی.